بنده مؤمن هرگاه در مسیر رفتن به جنت بود، در سخت‌ترین و بحرانی ترین حالت زندگی میکرد، در مسیر کامیابی قرار داره. هرگاه یک بنده در اوج راحتی و آسایش مادی قرار داشت، ارزش‌های مالیش نقص بود، در مسیر ناکامی قرار داره. مؤمن این گونه فکر میکنه، همین رقم قضاوت میکنه و همین عقیده و باورش است. و متاسفانه از دست خیلی ها همین معیارها شکسته. شاید نیاز نباشه که آدم نام بگیره فلان 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 فلان. میبینید دیگه هر وقت شما. پس یکی از عناصر و یکی از مقتضیات ایمان به قرآن و ایمان به الله تبارک و تعالی است که آنچه را الله بر ما کامیابی میگه کامیابی بدانیم، آنچه را الله بر ما ناکامی میگه ناکامی بدانیم. مفهوم ایمان به الله همیست، مفهوم ایمان به قرآن همیست که بر مبنای معیارهای قرآنی یک نفر محاسبه بکنه. الله متعال در آیات دیگه میگه که اصحاب جنت اینا کامیابن. اصلی ترین کامیابی را همین معرفی میکنه. به همین خاطر هرگاه یک نفره همین ذهنیت و همین عقیده و باور در قلبش جا گرفته باشه، در مسیر اگر قرار داشته باشه که ظاهرش ناکامی و شکست است، اما ارزش‌های ایمانیش حفظ شده، خود کامیاب میدانه، خود کامیاب میدانه و دیگران را هم میرقه. اما اگر از لحاظ مادی و دنیوی خیلی پیشرفت کرده بود و ارزش‌های ایمانی را از دست داده بود، این ناکام است. پس او فردی، او نظامی و او جریانی که با نقض ارزش‌های ایمانی دستاوردهای مادی دارند، در اندیشه اسلامی ناکامند، ولو در اندیشه مادی کامیاب معرفی شود.